ارزش یاد و خاطره زنده یاد عبدالعزیز پیرانی از پیشکسوتان ورزش آبدانان یک دوره مسابقه شطرنج با حضور ورزشکارانی از این شهرستان در آبدانان برگزار شد. اولین دوره مسابقات استاندارد قهرمانی شطرنج آبدانان. دو تا ستون وجود داره، یکی بالاش نوشته وایت، یکی نوشته بلک. مسابقات استاندارد هست، بهترین های آبدانان هم شرکت کردند. سطح مسابقات شطرنج در سطح بالایی هست. هیئت شطرنج آبدانان 30 نفر دارای درجه بین‌المللی در بخش سری و در بخش استاندارد هستند. این مسابقات برای بالا بردن آمادگی بازیکنان برای رفتن به بازی‌های استانی و کشوری هستش. این مسابقات به یاد بنیانگذار شطرنج آبدانان زنده یاد عبدالعزیز پیرانی و در 6 دور برگزار شد. این مسابقات که در تمامی رده‌های سنی برگزار میشه و نفرات برتر جهت مسابقات قهرمانی استان معرفی خواهند شد. ارتقای سطح کیفی شطرنج آبدانان از اهداف این مسابقات عنوان شده. 12 سالمه، 2 سال میام کلاس شطرنج. در پایان حسین رحیمی قهرمان این دور از مسابقات شد. احسان پیرانی، خبرگزاری صدا و سیما، آبدانان.